تاجیکستان چند پیش در یک رددبندی صفت تعلیم ماتماتیکا و یعنی علم‌های دقیق در میان 138 کشور جهان جای 74 را گرفت. زینه‌ای که پایان‌تر از آن بسیاری از کشورهای کم بضاعت و رشد نکرده دنیا قرار دارند. بعد این بحثی زیادی برخاست که شeързадагии تاجیکستان محض دور ماندن از ماتماتیکا، فیزیکا یعنی علم‌های دقیق شده است. علم‌هایی که زمینه‌های اصلی پیشرفت اقتصاد و جامعه در جهان است. این هم هست که شاعران را متهم میکنند که تاجیکستان را بهشت روی زمین مینامند. تصور نادرستی را به مردم تلقین میکنند. شعر و یا ماتماتیکا آیا در تاجیکستان یک جای دیگری را تنگ کرده است؟ این است سوال گپی آزادی ما. مهمانان ما محمدشاه ایلالوف رئیس پیشین اکادمی علم‌های تاجیکستان، استاد دانشگاه ملی کشور و عبدالقادر رستم نویسنده و ادبیاتشناس شناخته تاجیک. به برنامه ما خوش آمده. پیش از آن که بحث را شروع کنیم یک سخن رئیس پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی اکادمی علم‌های تاجیکستان وکیل پیشین پارلمان شریف رحیم‌زاده را میشنویم، سپس صحبت ما را ادامه میکنیم. مرحبا. اون ملت‌های پیش میروند، اون ملت‌های موفقن، یعنی اروپایی و آمریکایی و غیره که بیشتر به علم‌های دقیق رو آوردن. من 5 سال در مرکز اتحادیه اروپا زیستم. در یک بینو یا که در یک آشیانه با خارجی‌ها. اکثریت دو مصرع شعر نمیدونن. ما هر یک سخن رو با شعر سر میکنیم. اونا پیش رفتن، ما قفا مونده ایم. بگذار این فرهنگ ماست. بگذار همه شعر داند. ولی باید همه داند که فرزندش از خوردی در قطار شعردانی باید که فیزیکا، شیمی، ماتماتیکا، بیولوژیا، فن‌های دیگری رو دانند که آینده رشد جامعه رو تامین میکنند. یعنی باید ما به خاطر رشد یک چند ساحه از ساحه‌های دیگر دست نکشیم، فراموش نکنیم اونها رو. ببینید مثلا حمایت رساله‌های نامزدی 70% این فن‌های گومانیتاری اند. حالا که 70% باید فن‌های تکنیکی، فن‌های دقیق باشند. ببینید واقعا این صحبت شریف رحیم‌زاده از 3 سال پیش است و از مشکلی درک می‌دهد که یعنی سالها تاجیکستان دامنگیری آن است. جناب محمدشاه ایلالوف، نظر شما به این گفته‌ها چی است؟ شما راضی هستید؟ مرحبا. شریف مخصومش فکر میکنم اون رو در نظر ندارد و نگفت که ما شعر رو مقابل ریاضی گذاریم. این چنین خلاصه از سخنهای شریف به این مفت نمیبرد. من فکر میکنم هیچگاه شعر رو و جای ریاضیات و ریاضیات رو به زیر شعر یکی بلندتر که پستر گذاشتن ممکن نیست. ادبیات و زبان و ادبیات در مکتب جای خودش رو دارد، ریاضیات در مکتب جای خودش رو دارد و اگر تعلیم در مکتب در ضروری باشد این گونه بحثا به میان نمیآید. لیکن متاسفانه صفت تعلیم چه در مکتب چه در دانشگاه و اون قدری که ما میخواهیم و اون قدری که ضرور است درست نیست. بله جناب عبدالقادر رستم، شما به حرفای محترم ایلالوف چی نظر دارید؟ راضی هستید؟ شما چگونه بررسی میکنید همین وضعی که این سالهایی که گذاشته شده؟ در مجموع گفتم میخواهم که آنچه که جناب رحیم‌زاده گفتند در جامعه تاجیک نادرست فهمیده شد و نادرست شرح داده شد. ایشان هرگز نگفتند که ما نباید شعر بخوانیم و شعرزدگی باعث عقیماندگی تاجیکستان شده است. ایشان گفتند که در برابر شعر و ادبیات ما باید به علم‌های دقیق هم توجه گماریم که حرف کاملا درست است. ولی باز ببینید اول اینکه آیا واقعا مردم تاجیک شعرزده هستند؟ آیا واقعا مردم تاجیک شعر را دوست می‌دارند؟ آیا واقعا مردم تاجیک شعر و در مجموع ادبیات می‌خوانند؟ اول به این سوال‌ها پاسخ بگوییم که این گپ کاملا نادرست است که مردم تاجیک شعرزده شده باشند. برعکس به نظر من چنین می‌رسد که در سال‌های استقلال سطح شعردانی، درجه شعردانی مردم تاجیک بسیار افت کرد، کاهش یافت. برعکس جای شعر اصیل را شعرهای کوچه باغی، کوچه بازاری گرفتند. شاعر زیاد شد، قدر شعر هم رفت پایین. این است و مشکل اساسی ما مشکل
عموما رشد جامعه است. رشد هم علم، هم صنایع، هم کشاورزی، هم معنویات. یعنی در جداگانه هیچگاه ممکن نیست که ما شعر را با علم‌های دقیق مقابل گذاریم یا بگوییم که شعر باعثی رشد نکردن علم‌های دقیق در تاجیکستان شده است. بله، من همینطور فهمیدم که یعنی شیفتگی مردم ما به شعر سبب کم توجهی به علم‌های دقیق نشده است. منظورتون همین است؟ همین است. بله، من تاکیدم بر این است که مردم ما شیفتی شعر نیستند. دیگر این حرفا کهنه شد. مردم ما از لحاظ کتابخوانی یعنی شاید در جهان در یکی از جاهای عقیب باشند. بعد چطور میشود که شعر باعثی رشد نیافتن علوم دقیق بشود؟ این حرف از بیخ و ریشه‌اش نادرست است. برعکس من گمان میکنم که اگر هر چقدر در جامعه شعر و ادبیات در مجموع پیش رود، علوم دقیق هم در برابر اون پیش میرود. اینها با هم به پیشرفت همدیگر مساعدت میکنند، نه اینکه خلل برسانند. تشکر. جناب لولوف، پس برای چی علم‌های دقیق در صحبت‌های قبلی شما میگفتید که علم‌های دقیق در تاجیکستان آنچنانی که انتظار میرفت رشد نکرد؟ سبب این چی شد؟ چرا اینطور شد؟ اول اینکه من تصدیق میکنم سنای رستم جان در باره اینکه شعر و شعردانی هیچگاه باعث کفار رفتن علم‌های دقیق علم ریاضی شدن نمیتواند. درست است. البته برعکس اینکه با علم دقیق مشغول شویم، با ریاضیات مشغول شویم، با فیزیک مشغول شویم، ثواب در کار است. ثواب عادی مکتبی کافی در کار است که ما کتابخوان باشیم. برای همین البته هیچگاه تعلیم زبان و ادبیات در مکتب صفت تعلیم زبان و ادبیات اگر صفت بلند باشد امکانات زیادتر است تا ما خوبتر علم‌های دقیق آموزه. پیش از این برنامه همکاران ما در دوشنبه از چند رهگذر پرسیدند که ادبیات را دوست می‌دارند و یا به علم‌های دقیق بیشتر علاقه دارند و چرا؟ من زیادتر ادبیات را دوست می‌دارم از اون سببی که ما خیلی شاعر زیاد داریم، خیلی کلاسیک‌های زیاد داشتیم، خیلی شاعر و کلاسیک‌های بزرگ داشتیم. از این سبب بسیارتر من در ادبیات شوقمندی بسیار زیادتر دارم. البته ماتماتیکا شوی فن هاست و به ادبیات علم به سر بردن غیر امکان است. به همین خاطر هر کس که تاریخ گذشته خود را یاد نکند، آن کس واقف از تمدن دیگران نیست. به همین خاطر ما به فن‌های دقیق نیاز داریم و امروز می‌خواهیم رو بیاریم، بیاموزیم، آموزش کنیم. ماتماتیکا و فیزیکا، کیمیو و دیگر فن‌های دقیقی هست ما آموزش کنیم و از آن بهره بر باشیم و نسل نورس را در این جاده بیشتر تربیت نماییم و از فن‌های دقیق با ثمر و پر احساس و دقیقاً استفاده کنیم. ادبیات تاجیک برای که همه استعدادی که در آدم چی میشه به اون فن وجود نداره. برای من فن‌های گمانه‌طلبی خیلی ادبیات نظم می‌بینم وقتش تا خواندنش، کتابی بدیعی را نظر می‌دیدم خواندنشونه. ما فن‌های دقیق رو اگر از خود کنیم و آموزیم بسیار با اقتصادیات تاجیکستان حصه خود رو با فکرم بیشتر می‌گذارونیم. استاد ببینید نظر شما به حرفای این ساکنان چی است؟ چرا اینقدر با سوالهای پی در پی اما ساکنان پاسخ میدن که به فن‌های گومانیتری علاقه دارند؟ شما چی میگویید به این؟ بیشتر اینها گفتن که ما به ادبیات شوق داریم. بله. برعکس. با ادبیات شوق داریم و این امر طبیعی است. ادبیات خواندن شوق انگیز است. علم دقیق را خواندن زحمت بیشتر میخواهد. اون باید بسیار اندیشه کنی، فکر کنی. ولی باز هم برگردیم، باز همین باید پیوندی زبان و ادبیات و علم‌های دقیق درباره این اگر حرف زنیم این است که اگر هر کی زبان مادریش را بیشتر فرا گیرد که این به واسطه ادبیات بدیعی فرا گرفته میشد، اونقدر علم‌های دقیق را بیشتر درک میکند و بیشتر میفهمد. اگر زبان را نداند که به واسطه ادبیات بیشتر آموزنده میشود، اون در اون صورت کتاب درسیش هم نمیفهمد. این طبیعی است. از همین لحاظ من گمان میکنم که در ادبیات چیست؟ ادبیات تنها فنی است که به طلبه به دانش آموز اندیشه کردن را می‌آموزد. همین اندیشه کردن متاسفانه در
талабаҳои мо ва дар донишҷӯҳои мо аслан дида намешавад. ببینید شما گفتید که یعنی آموزش فنهای دقیق یک کمی زحمت میخواد. زحمتی بیشتر میخواد. بله. یعنی گفتنی هستید که یعنی مردم ما پس تنبل هستند. مردم ما بیشتر احساساتی هستند. خب چون ادبیات بیشتر با احساس کار میگیرد، با این جهت بیشتر ادبیات رو میدن، ولی عادت نکردن که بیشتر فکر کنن، با خودشون زحمت نمیدهند که بیشتر فکر کنند، یک چیز رو عمیق بیاندیشند. تشکر. در ادامه سخنم گفتنی میخوام که حالا درباره شعرزدگی که حرف زدید، من گمان میکنم که مردم ما شعرزده نیستند، ولی مردم ما نگاه شاعرانه به زندگی دارند که این باعث خلل یافتن زندگی ما میشد. در بسیار موردها به همه چیز نگاه شاعرانه دارند، به واقعیات، به پدیده ها، به آدمان، به مناسبت بین آدمان. از این لحاظ میشود که یعنی برخوردی احساساتی دارند به زندگی، نه برخوردی عقلی. از این جهت هم میشود گفت که ما باید از شاعرانه فکر کردن کمی دست بکشیم. استاد ایلالوف، شما چی نظر دارید و هم حرفای همصحبتان ما و هم به این حرفایی که جناب عبدالقادر زدن چی نظر دارید شما؟ یعنی یکو من خواهد بکنم که حساب 3 بر 2، اما یک نفر زیادتر و علم‌های دقیق چیز دارد، اشتیاقمندتر است نسبت به علم‌های گومانیتاری و 3 نفرشون علم گومانیتاری کردن، 2 نفرشون گفتن که علم‌های دقیق مهم هستند. البته اکنون همین 3 بر 2 این حساب خوب است. من فکر میکنم که به ادبیات و به نظم و به زبان و به سخن البته متماتیکا مخته نمیشه و باید که همین خیلی باشه. این من فکر نمی کنم که اگر جوانان ما با ادبیات و شعر مایل داشته باشن این بد است. این بد نیست، این خوب است. این خوب است. لازم است که با ریاضیات علم دقیق نیز ما کوشش کنیم که مایل جوانان ما زیادتر شود. در این سمت ما کار کردن مونده. البته ما باید برنامه‌های دقیق تعلیمی داشته باشیم برای مکتب و برای دانشگاه، برای هر یک علم. برای مثال من درباره فیزیک، شیمی، بیولوژی گپ نمیزنم، من فقط درباره ریاضیات گپ میزنم. برای مثال ریاضیات یک عالم است، یک عالم بزرگ است که ما نمیتوانیم تمام ریاضیات در فاکولته برای مثال متماتیکا و مکانیک دانشگاه ملی درس بدیم. ما باید همون سمت‌های پیش بریم که در اینجا ما تجربه داریم، در اینجا ما علم اندوخته ایم، مکتبا داشتیم، استادان ما کار کردن، حالا شاگردان ما کار کردن. همین سمت‌های ما باید ادامه دیم، هر جا با هر چیز نقپیم و قپیده نگردیم، همین چیزی قبول شد گفته. همین سمت‌هایی که ما اینجا تجربه داریم، همینا اگر ما رشد کنیم، اگر ما پیش بریم، ما چیز میشیم، صاحب نتیجه خوب میشیم. لیکن یک چیز گفتم در کار که علم چیز ارزان نیست، چیزی که خود از خود پیدا میشه نیست. برای علم مبلغ در کار پیش از ما، برای این دقت در کار. ما خوشنود هستیم که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان سالهای آخر نسبت به رشد علم‌های دقیق، ریاضی و تکنیکی خیلی چیزا پیشنهاد شدند، برنامه‌های خوب پیشنهاد شدند و کار در این سمت رفته است. ببینید استاد، حکومت تاجیکستان سالهای 2020-2040 را 20 ساله آموزش و رشد فنهای دقیق و ریاضی اعلان کرده است. آیا این برنامه میتواند به اصلاح نابرابری بین ادبیات و علم‌های دقیق را در تاجیکستان از بین ببرد؟ مقصد علم‌های دقیق است. من باز تکرار میکنم که من یک مسابقه بین علم‌های دقیق و ریاضی و علم‌های گومانیتاری نمیبینم. مسابقه اینجا نیست. اینا دست به دست پیش میرند. اینا مقابل گذاشتن لازم نیست با هم دیگر. ما باید همین فکر رو باید از میدانمون براریم که این دو سمت، یعنی فیزیک و لیریک ما پیش میگفتیم، اینا گویا که مقابل هم دیگر باشند. اینا فقط دست به دست پیش رفته میتوانند، چون که دو چیز است، منطق است و اینتویسیا. اصلا من ترجمه کلمه لاتینی اینتویسی خود میبرم. همین اینتویسیا زیادتر از حساب علم‌های ادبیات و
صنعت بدیعی و دیگر پیش میرد. لوگیکا حساب علم‌های دقیق بیشتر میرد. جناب عبدالقادر رستم، شما به حرفای استاد چی نظر دارین؟ استاد موافقم، ولی باز یک علاوه خیلی جدی رو میخوام به اون تاکید کنم. این است که ما در اقتصاد یک اصطلاح داریم، نیاز و عرضه. تا نیاز در جامعه و در کشور نباشد هیچ پیشرفتی نه در علوم دقیق و نه در علوم گومانیتری به وجود نمی‌آید. خب فرض کردیم که ما این علم‌ها رو رشد میدیم، مثلا فیزیک‌های برجسته تربیت می‌کنیم، ریاضیدان‌های برجسته تربیت می‌کنیم، بعد اونجا در کجا کار خواهند کرد؟ آیا ما جای داریم بجز یک دو اینستیتوت در اکادمی علوم و چند دانشگاه که این خلق کرده‌های برجسته علوم دقیق ما روان در اونجا کار بکنن؟ ما باید علم‌های را در پیوند با علوم دقیق رشد بدیم، کسب‌های حرفه‌های را باید بکنیم که آنها در بازار کار، اولا در بازار کار تاجیکستان و بعدا در بازار کار کشورهای دیگر از جمله روسیه که بیشتر مهاجرای تاجیک در اونجا کار میکنند توانند با حرفه خود، با کسب خود کار کنند. مثلا آموزش علوم کامپیوتری، علوم بیوتکنولوژی، شیمیایی که با استحصالات رابطه قوی داشته باشد. این چیزهای ما باید درست دیم. ببینید شما میگوید که موافقه، یعنی که توانایی جامعه تاجیکستان باید علمها را رشد داد. ببینید امروز حدود میلیون نفر جوانان تاجیک در روسیه به کار سیاه مشغول هستند. پس در داخل تاجیکستان ما در همین ساحه را پیش ببریم. و اول یعنی برای این ختم کننده هایی که فاکولته های علوم دقیق ما را ختم میکنند ما باید جای کار داشته باشیم. یعنی ما باید کارخانه های صنعتی داشته باشیم که در اونجا علوم دقیق استفاده بشه. در دستگاه های مثلا مهندس های قوی در کار هستند که با اون کار بکنند. وقتی که این گونه کارخانه ها نیست، یعنی جای کار نیست، این گونه پیشرفت هم در علوم دقیق ما نمیتواند به وجود بیاید. تا جای ما میدانیم شما رئیس اکادمی علم‌های تاجیکستان بودید. آیا در این مسئله برنامه از طرف اکادمی علم‌های تاجیکستان برای رشد فن‌های دقیق پیشنهاد شده بود؟ شما نواکک در باره 20 سالگی علم‌های دقیق، ریاضی و تکنیکی گفته گذاشتید. همین پیشنهاد شده این برنامه نتیجه کوشش‌های چندین کارته اکادمی علم‌ها است که ما رساندیم با دقت قابلیت مملکت رساندیم که چنین برنامه رو ما باید راه اندازی کنیم. و من خوشنودم از اون که در همین به میان گذاشتن این برنامه اکادمی علم‌ها سهم دارد و اون سالهایی که من کار میکردم چندین مراتبه ما با پیشنهادهای مشخص به حکومت جمهوری تاجیکستان میبرآمدیم. من در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان برآمد میکردم و پیشنهاد میکردم که دقت زیادتر باید به رشد علم‌های دقیق، ریاضی و تکنیکی داده شود. اعلان کردن برنامه نصف نتیجه است، نصف کار است، لیکن برای اینکه برنامه با صفت پیش رود دیرش به مبلغ در کار، مبلغ زیاد در کار، تکنولوژی نو در کارند. استاد ببینید، آیا همین مبلغ گذاری که از طرف حکومت تاجیکستان میشد برای بخش های علم‌های دقیق همینا قانع کننده هست یا که حالا با بیشتر نیاز دارد؟ البته قانع کننده نیست. ما میدونیم که شرایط زیاد مبلغ گذاری کردن حکومت جمهوری تاجیکستان اولا ندارد، در این سمت کار کردن است. البته اون مبلغی که برای این امروز صرف کرده میشه البته باید. جناب عبدالقادر، شما خیلی زیاد اشاره کردید که در صحبت‌هایتان به اینکه یعنی مردم تاجیکستان محدود به بیشتر مسئله های حس و شعر و شاعری و این چیزاست. چیکار باید کرد که این حس از مردم تاجیکستان یعنی تاجیک ها یک کمی کم شود و بیشتر به فن‌های دقیق رو بیارند؟ چیکار باید کرد؟ بی مبلغ گذاری علوم دقیق رو نمیتوان پیش برد. و در غرب مثلا میلیون ها دلار، گاه میلیارد ها دلار هزینه میکنن، سرمایه گذاری میکنن تا با یک دستاوردی علمی دست مییابند و بعد اون رو در شکل محصولات اشیای و بازار عرضه میکنن و اون پولهایشون رو پس میگیرن. تاجیکستان ما این گونه امکانات ندارد، با اون بودجه ناچیزی که دارد اصلا این گونه امکانات ندارد. پیشرفت علمی این است که مثلا مسائل نوی در علم پیدا میشود
اون عالمای تمام جهان در یک کنفرانس انجمنی جمع می‌آیند، بحث میکنند، در اطراف اون نظرشان ابراز می‌دارند. عالمان تاجیک حتی چنین پول مبلغ هم ندارند که روند در اون کنفرانس ها اشتراک کنند. ولی برای آنکه علمی دقیق را روش بدهیم، یعنی زمینه در کار و هم باید در جامعه و در کشور و اون نیاز پیدا شود. حاضر نیاز را من در جامعه تاجیکستان و در کشور تاجیکستان و علوم دقیق خیلی کم می‌بینم. ببینید اگر نیاز پیدا نشود پس ما همینطور باید برویم، یعنی همینطور باید به زندگیمون ادامه دهیم و به فنهای دقیق توجه نکنیم، جانب حکومت توجه نکند، اکادمی علم ها، دیگر پژوهشگاه ها مثلا این کارا که پس ما باید به همین یعنی که ادامه دهیم به همین مسئله. نظرتون چی است؟ حکومت که توجه کرد، شما که گفتید مثلا 20 ساله رشد علوم دقیق اعلان کرد، ولی این کافی نیست. وابسته به این در این زمینه باید یک برنامه جامع تهیه شود با اشتراک عالمان اکادمی علوم، استادان دانشگاه ها، کارمندان دولت، وزارتخانه ها. باید یک برنامه گسترده تشکیل بشود. مثلا کارخانه های کلاسترها تشکیل شوند که در اونجا علمی که عالم ها مثلا پیش میبرند در صورت عملی تواند در اون استحصالات ادامه خود را پیدا بکند. این گونه به این چیز ما به حال نیاز داریم بیشتر. تشکر. و حالا در پایان برنامه از هر دوی شما میخواهم نظرتون رو بپرسم که برای رشد و حل همین مسائلی که تا حال حاضر بحث داشتیم چی پیشنهاد دارید؟ به طور مشخص استاد ایلالوف از شما شروع میکنیم. هیچگاه نیاز به علم دقیق نیست در تاجیکستان که گفتم ممکن نیست، چون که هر یک جامعه که با امید با علم نگاه میکند او فقط توسط علم سطح بلند این آینده پیدا کرده میتواند. خود از خود ما پیش رفته نمیتونیم. برای من برای مثال شما در اروپا زندگی میکنید، در چیخ زندگی میکنید، شما یک از زمان چیزا ببینید از اینترنت این کشور ببینید که همین مملکت چیخ که اولش برابر ما است قریب. چند اینستیتوت متماتیکا دارد فهمیده گیرید؟ چیخ چند اینستیتوت متماتیکا دارد؟ ما یک داریم. یعنی ما هم حساب از مقداری باید خیلی زیاد محنت کنیم، یعنی مبلغ زیادتر صرف کنیم، اینستیتوت‌های باید زیادتر کنیم، لیکن پیش از هم البته ما باید صفت تحقیقات، صفت تعلیم، صفت علم باید. تشکر. عبدالقادر شما چی میگه؟ خیلی مختصر خواهش میکنم. ما میکنم که اول یک اصلاحات کلی در ساحه معارف ما لازم است. از مکتب میانه شروع، از مکتب میانه ما باید برنامه‌های جدید تهیه بکنیم. قبل از همه متخصصان، معلمان پیشرفته و دانا مکتب‌ها رو با معلمان دانشمند تامین کنیم. دیگر و در مرحله دوم در دانشگاه‌ها هم همچنین. تا این چیز انجام نشود ما با جایی نمیرسیم. تشکر زیاد. صحبت داشتیم درباره کم توجهی به علم‌های دقیق در تاجیکستان که سبب آن را ایده در شیردوستی تاجیکان می‌دانند. مهمانان ما محمد شاه ایلالوف رئیس سابق اکادمی علم‌های تاجیکستان و استاد دانشگاه ملی و عبدالقادر رستم ادیب شناخته تاجیک بودم. من میرزا نبی خالقزاد برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهبان شما.